سلام بچه به این ویدیو از شطرنج خوش آمد بعد از مدت ها که خیلی روز میشه. الان میخوام بیام هر روز با کی میخوام بازی کنم توی شطرنج؟ با یک رقیب، یعنی آقای مستر بیست. من سیاه میشم. خب الان مستر بیست ببین چه کارایی میکنه. واقعا بازیش بده. یه دونه جنگ بر سر مرحل میکنیم، مثلا بهش نشون بدیم قدرت دست ماست. خب ببینم باید چیکار کنم. منم پشت حریف میام. الان ما باید بریم اینجا. اسبشو میاره اینجا، منم میارم اینجا. میزنه، ما هم میزنیم. وزیر میزنه، ما هم وزیر میزنیم. خب میشه متاسفانه. صبر کن. زنیم به شاه میزنه. من فکر میکنم واشی میشه زدش. من میتوانم فیلم بیارم اینجا. خیلی هم با موفقیت و کیش مستر نیستن داره حرفا چرت و پرت خودش رو میزنه. اصلا به هیچ جمونم نیست. الان ما یه خونه اینجا. مستر بس حرکت کن دیگه. مستر بیست ما رو خورد. این دیگه داره اذیتم میکنه. پیش میدی؟ آره. چی شما تموم کرد؟ میدونه اشتباه فرصت داشتم و 5 عالی با 3 تا بهتری. حالا بات جدید رو میزنی. حالا میریم سراغ فکر باید بکنم. میریم سراغ این که نمیدونم مثلا چیه. میاد اینجا. الان رفت تو مرکز. میاد اینجا. من میرم. یکی مونده بالا. ما میدیم بالا. من اصلا ندارم تا یه جای بعد دیگه نباید بدیم. من تا همینجا نباید دیگه ادامه بدیم. به تکرار بودن اینو میزنیم. میزنه ما رو. بعدش ما اینجا باید یادمون رفت. اینجا یه از دو کیشه درست درمون بهش میدیم. میدیم سمت جان. الان هر دو هم 36 مساوی هستیم. الان من با یک حرکت اشتباه میتوانم
خودم را نابود کنم. خب و الان ما بیایم با یک حرکت میایم داغانش میکنیم. نه داغان که نه میکنیم جلوی ما. نه چرا من نداد واقعا میتونم با 3 امتیاز الان ما باید خداحافظ